جمعه بود آمد گفت پروردگارا برای من عقلم بده. خداوند گفت برای چی عقل را انتخاب کردی؟ چرا زن انتخاب نکردی؟ فرزند انتخاب نکردی؟ مال انتخاب نکردی؟ علم انتخاب نکردی؟ چرا عقل را انتخاب کردی؟ حضرت آدم میدونی چی گفت؟ خدایا اگر من عقل نداشته باشم تو را چطور میتوانم عبادت بکنم؟ اگر من عقل نداشته باشم علم را چطور حاصل کرده میتوانم؟ عقل نباشد من همسری را چطور انتخاب کرده میتوانم؟ فرزند را به دنیا چطور آوردن را چطور میدارم؟ این عقل است. خداوند بعد از آن عقل را تخلیق کرد، عقل آفرید، عقل را 10 تقسیم کرد، 9 قسم عقل را به شما داد، به مردها داد. 10 قسم عقل را خداوند به زنها داد. شهوت را هم 10 قسم آفرید، 9 قسم شهوت را خداوند به زنها